سلام. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ما. امروز یک ویدیو ریاکشن داریم. بعد از مدت ها انتظار باز گفتم سلام. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ما. امروز یک ویدیو ریاکشن داریم. بله، بعد از مدت طولانی و مسئولیت‌های زندگی دوباره خدمت شما دوستان عزیز هستیم. امیدوار هستیم که در هر جای دنیا هستین خوب و جور و صحتمند باشین. اگه مرا دوست دارین یک قلب که مرا دوست دارین که در ویدیوش باشم قلب گلابی بانین. اگه دارش بکنم من دوست داری که در ویدیو تنها باشه قلب آبی بانین. باز اگه ما اردوی ما دوست دارین خیلی قلب سرخ بانین. لایک کنین، سابسکرایب کنین، شیر کنین. بله، با مناسبت برگشت ما یک آهنگ شاد بر شما دوستان در نظر دیدیم. خدا کنه که از ویدیو امروز ما خوشتان بیاد. بریم با هم دیگه ویدیو رو شروع کنیم. خیلی راستی بیاره نگفته بودی کدام آهنگ ریاکت میکنیم امروز؟ کدام آهنگ ریاکت میکنیم؟ آهنگ بهترین از شهزاد جان و تهمینه جان ارسلان. به به. اوکی، بریم آهنگ شروع کنیم. آوازخانه کینجشتن حضور دارن. کدامش هم میشناسین شما عزیزان؟ اگر نامشون میشناسین میفهمین و میخواین که از آهنگای یکی از عزیزان بر شما ریاکت بریم، حتما در کامنت ها با ما شریک بسازین. بله. این خانم را که لباس افغانی پوشیده خب میشناسین؟ نه کلازه. آهنگ قبلی که ریاکشن رفتیم میگفتن که در دل بچه را اما هستن. اوکی. تو بکراندش خیلی مقبول هست. خوش دارم امو گلاب بکراندش هست. بکراند مقبول و جالبی آهنگ چی است؟ آهنگ از شبکه افغانستان اینترنشنال که شبکه خبری است. به نظر فکر میکنم شبکه خبری است پخش شده و فکر میکنم که این برنامه شدن برنامه یا نوروزی باشه یا ایدی باشه. بریم با هم دیگه ادامه بدیم. استایل جوان پسند و شهزاد جانم تا جایی که من اطلاع دارم برادر قیس جان الفت هستن. اصلا برشان نمیخورم. استایلشان، تیپشان و طرز آهنگایی که میخوانن کلا فرق میکنه. بریم ادامه بدیم سارا خانم. چی گفت سارا خانم؟ این شما ترجمه کن. لباکای چی بود نمازه؟ گفت که نگاه های پرفکت. آره نگاه های پرفکت. لباکای نازکت. نگاه تهمینه جان ارسلان یکی از آوازخوان‌های تازه کار اما موفق کشور ما. برای مکم نگی. سارا از استایل کدامشون خوشت آمد؟ سله دخترش خیلی خوش دارم که یعنی خوش دارم موی زردشه لباسش خیلی مقبوله. بله، لباس های قشنگ و صدایش دیزاین پسرش هم که از بسیار جالب است، زیباست. آهنگم خودش آهنگ شاد است. منی؟ هماهنگی رو خودی دی؟ رقصه که با هم هماهنگی کرده بودن چقدر جالب دی؟
مسیج میکنم. چقدر بیادب. خب کلا این مسیج میتونه برای کسی. خب سیستم این مسائل مداخل نمیشیم و با آهنگ مادام تو سلطان قلبم تو دوای دردم چی وقت میایم میمانی بچه شو خک بلایی بهترین است یار من شیرین است خوبترین است توی عشق دل من بهترین است. مژگان جان عظیمی بود. بله. فکر میکنم اون آهنگی را که خوانده بودن درباره درد خانم‌های افغانستان بود. فکر کنم اون آهنگشان بود. آره. اولین آهنگشان بود که من شنیده بودم. خودشان بود به نظر من. اگر اشتباه نمیکنم. اگر اشتباه کنیم حتما در کامنت ها با ما شریک بگوین. بسازید. یار من شیرین است خوبترین است توی عشق دل من. دلبرم کجایی عشقم آشنایی بیا بخوابیم ازش تو جان جگر مایی. دلبرم کجایی عشقم آشنایی بیا بخوابیم ازش تو جان جگر مایی. I say shawty you bad, shawty you fly, build you a house I'ma make you mine. دوری نکو نشو جدا خنده ها سا what you got is mine. I let them hate and I love it. Got these old artists shaking they bugging. Now they watching me out in London. When I spit on these tracks I done them. چی گفت اینجا؟ من خیلی نمیفهم، نصفش امریکایی گفت، نصفش انگلیسی گفته، نصفش فارسی. من میفهم که دخترش فلک فارسی گم میزنه و بچه نصفش انگلیسی نصفش فارسی. ما هم نفهمیم قسمت شما هم نفهمیدم. از یک جای قندهار گفت باز It's better your way گفته بود. چی گفته؟ همون تو یک گپ های زد که ما هم نفهمیدم. لطفا عزیزان ترجمه کنین این قسمت شما چون ما واقعا میفهم انگلیسی را، مگم نفهم چی گفته بود دی پارت. انگلیسی ازی با ما خیلی سخت بوده. یار من شیرین است خوبترین است توی عشق دل من بهترین است. یار من شیرین است خوبترین است توی عشق دل من. بگی خدا عالی. Let's خیلی go خوب. perfect بود. Let's go perfect. یعنی بسیار عالی. از نظر استایلشان جوان پسند، خودشان هم جوانای تازه کار اما موفق. دیزاین، استیجینگ پرفکت، لایتینگ پرفکت، همه چیزش خوب. عالی. من 9 از 10 تو میشه خاطر چرا خوش استگ مگم یک پارتش اگر 10 میدادم از مگم یک پارتش وقتی که انگلیسی هم فارسی گم زد هیچ نمیفهمیدمش. ما همون قسمت خیلی نفهمیدم. بعد من اگر نه کل دیگهش خوب است. خوبش بودنی؟ آره دیگه پرفکت. دوستان عزیز، اگر از این قبیل ویدیو خوشتان میآید و کدام آوازخوان مد نظر دارین میخواین که ما با آهنگشان ریاکشن بریم، حتما در کامنت ها با ما اشتراک بگذارین. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموشتان نشه. سارا خانم Please like and share and comment. Please, we love you guys to watch our videos. We enjoy making them for you. We love you guys so much. بله، تا ویدیو بعدی و ریاکشن بعدی شما رو به خداوند میسپاریم. خداحافظ. بدرود. سلام. خیلی خوش آمدید به برنامه امروز ما. امروز یک ویدیو ریاکشن داریم. بعد از مدت سلام. تا ویدیو بعدی و یک ریاکشن بعدی خدا شما رو به خدا یکتا میسپاریم.